ای مردم، اگر در یاری حق همدیگر را وا نمی نهادید و در خارداشت باطل سستی نمی ورزیدید، هیچگاه کسانی که در توانمندی به شما نمی رسند در شما طمع نمی کردند و آنان که بر شما چیرگی یافتند چیره نمی شدند. اما اکنون شما چون بنی اسرائیل به سرگردانی افتاده اید و به جان خودم سوگند که پس از من این سرگردانی شما چندین برابر خواهد شد، زیرا به حق پشت کردید و از کسی که نزدیک به خداوند بود بریدید و به آن کس که از خداوند دور بود پیوستید. بدانید که اگر از آن کس که شما را به راه حق فرا می‌خواند پیروی می‌کردید، شما را به راه پیامبر راهبری می‌کرد و از رنج بیراه رفتن می‌رهیدید و بار سخت سنگین را از دوش خود فرو می‌افکندید. برادران، من هم از آن چه شما می‌دانید ناآگاه نیستم، اما چه می‌توانم کرد در حالی که آن محرکان قتل عثمان در کمال قدرتند و بر ما چیرگی دارند و ما بر آنان چیره نیستیم. آنان همان کسانند که غلامانتان به همراهی آنان برخاستند و حتی بادیه نشینان به آنها پیوستند و هنوز هم در میان شمایند و به بادیه برنگشتند و هر بلایی بخواهند بر سر شما میآورند. آیا با این وضع توانمندی دارید تا آنچه را خواهان آن هستید انجام دهید؟